مردا از مچ پای زنها معیار زیبایی تعیین میکنن. اون معیار زیبایی نیست، معیار اندازه‌گیریه. خیلی چیزا رو دیده که حتی خیلیا به چشمم ندیدن، مخصوصا اون پسرایی که تو خونهشون آینه قدی دارن. اینقدر خونه دیدن که حتی املاکی‌ها تو خوابم ندیدن، مخصوصا دخترایی که تو خونه گاه ندارن ولی میگن پراید باشی کنسله. دوست داری تو سن کم پولدار و مستقل بشی و مثل من ماشینای گرون بخری؟ خدا سرشاهده ما هم دوست داریم ولی کسی ما رو نمیکنه. با بزرگ سوال دارم ازت، شما چرا این همه بچه داری؟ ای دیر کشیدیش بیرون. من آدم آرومیم، من اصلا عصبی نیستم، من اصلا دست بزن ندارم، من الان عصبی ام؟ نه آقا من الان عصبی ام؟ نه به خدا. حسین میگم این ازدواجم چقدر عجیبه. زنه صبح تا شب ازت میخواد مهربون باشی ولی خب شب تا صبح ازت میخواد که خشن باشی. آقا سلام. سلام داداش، بفرمایید. وقت بخیر. قربونت جان. شما چند سالتونه؟ به نظر چند میخورم؟ 100 بدم میخوری؟ جونم عشقم. عزیزم خوبی؟ کجایی؟ دورت بگردم، من تو همومم. آخ که جام خیلی خالیه عشقم، وانو پر کنیم، کف بازی کنیم.